در جهان اسلام صحیح البخاری بگمان اگر بزرگترین اثر ادبی همه زمان ها نباشد، یقیناً یکی از بزرگترین اثر ادبی همه زمان هاست. پس از قرآن کریم مجموعه صحیح البخاری در جایگاه دوم است و معتبرترین کتاب روایات حدیث به شمار می رود، در حالی که بسیار به هیچ موفقیت کشیدند این حقیقت را به چالش کشند و صحت صحیح البخاری را زیر شک برند. این نام برای همه چنان آشناست که هیچ مجلسی درسی برگزار نمی شود مگر آنکه احمد، محمد یا عایشه که در آن حضور دارند اشاره را به این کتاب نشنوند. همچنین در مکتب ها و مدرسه ها و محفل های خانوادگی این اثر بسا معروف و مناسب است که جزء از زندگانی روزمره گشته است. اما چرا اثر صحیح البخاری در زندگی روزمره مسلمانان عادی چنین نقشی مهم ایفا می کند و چرا این کتاب پراستنادترین کتاب در سراسر جهان اسلام است که سر هر مسئله به طور گسترده از آن اقتباس آورده می شود؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ها در آغاز ما را لازم می آید که به روزگار پیشین سفر کنیم و دریابیم که مؤلف آن چه کسی است. بیایید سفر را آغاز کنیم. امام بخاری یا خود محمد ابن اسماعیل بخاری در سال 194 هجری 810 میلادی در بخارا در منطقه خراسان در خاندان فارسی تبار یعنی تاجیک تولد شده است. پدرش مرد دانش آموخته و آبرومند در میان جماعت خود بود. گرچه عالم حدیث نبود اما اندکی از حدیث ها آگاهی داشت، زیرا در نزد امام مالک و دیگر دانشمندان هم مانند او شاگردی کرده بود. با کمال تأسف پدر او اندکی پس از تولد امام از عالم درگذشت. با وجود این او را خوش رزق بود که در خانواده ثروتمند به دنیا آمده بود و پدرش برای امام و خویشاوندانش میراث نیکو باقی گذاشت که می توانستند بدان زندگی کنند. از همان آوان کودکی امام بخاری طفل زیرکی ویژه خصال بود و همیشه در میان همسالانش سرآمد بود و در هر کاری که برای ایشان دشوار و امکان ناپذیر بود با آسانی کامیاب می گشت. هنوز در کودکی خوب دیده بود که در پیشگاه پیامبر محمد ایستاده از او مگس می راند و می کوشید پیامبر صلی الله علیه و سلم را حمایت کند. چون این خواب را به شیخ در میان نهاد، آن شیخ به او گفت که امام بخاری حدیث‌های ساخته را از حدیث‌های صحیح جدا خواهد کرد، همان گونه که او مگس‌ها را از پیامبر خدا دور می‌کرد. از این روست که در سن 12 سالگی تقریباً 7000 حدیث را با تمام سلسله راویانشان از بر نمود و تا سن 14 سالگی او همه حدیث‌های را که در بخارا پیدا کرده می‌توانست از بر کرد. تا آن زمان او از تمام عالمان نامور ولایت خود تعلیم گرفته و بهره‌مند شده بود و چون همراه مادر و برادر برایش امکانیت سفر به مکه فراهم آمد، او نتوانست از آن چشم پوشی کند. در آن زمان مکه با عالمان معروفی که در آن درس میدادند مشهور بود و چون مادر و برادرش عزم بازگشت به خانه کردند، امام بخاری درخواستی در آنجا ماندن کرد تا از دریای علم این عالمان جام‌های دانش بنوشد و علم ایشان را کاملا از بر کند. بیش از 10 سال امام بخاری در حلقه های درسی عالمان مکه و مدینه به سر برد و با وجود جوانی توانمندی بلند علمی خود را نشان داد. در سن 18 سالگی او نخستین کتاب خود را تألیف کرد که آن نه تنها کتاب بلکه اثر 9 جلده است که به علم الرجال، به علم شناخت روایتگران تعلق دارد. این اثر مفصل ترین بنیان در عرصه حدیث شناسی است که زندگی نامه راویان حدیث ها را در بر میگیرد. تا به امروز این اثر برای پژوهشگران زندگی نامه راویان حدیث سرچشمه اساسی و مرجعی اصلی است. کمتر کسی آگاهی دارد که امام بخاری نه تنها متخصص عرصه حدیث و حدیث شناسی است بلکه او دانشمند توانمند در حوزه الهیات و فقه نیز بود. پس از اندوختن دانش در حجاز، امام بخاری به بغداد پایتخت خلافت عباسیان روی آورد. محض در اینجا برای او مقدر بود که با بزرگترین عالم حدیثی آن زمان
امام احمد ابن حنبل آشنا شود. امام احمد در وصف امام بخاری سخنی بسیار می گفت و به او بهای بلند می داد. او اظهار داشت که از منطقه خراسان هنوز انسانی را با چنین سطحی دانش ندیده است و این در حال بود که امام بخاری هنوز با اوج درجه علمی خود نرسیده بود. اگر سخن از دانشجویی رود باید گفت که امام بخاری را همتای نبود. همه همدرسانش با دفترها برای یادداشت درس می آمدند و فقط بخاری در درسها با دستان خالی می نشست و تنها گوش می کرد و همه قیدهای خود را در خاطر نگاه می داشت. اکثر وقت بخاری استادان خود را از روی حفظ خود اصلاح و تصحیح می کرد. درباره حافظه شگفت‌انگیز او همه آگاه بودند. باری عالمان قرار دادند که جمع شوند و حفظ او را بسنجند که این همه آوازه ها درباره حفظ قوی او تا چه اندازه درستند. آنها امام را به حلقه محدثین در مسجد جامع بغداد دعوت کردند. عالمان 100 حدیث را در نزد امام خواندند، اما او توقع نداشت که محدثان عمدن سلسله راویان را با متنهای روایت ها در هم آمیختند. به تعبیر دیگر همه 100 حدیثی آورده شده در نگاهی نخست از روی محتوای خود درست می نمودند، اما در واقع کاملا بافته و نادرست بودند. هر عالم یک حدیث را نقل می کرد و می خواست که درستی آن را تصدیق کند، اما امام پاسخ می داد این حدیث را نمی دانم و با همه 100 حدیث همین گونه رفتار کرد. می توان تصور کرد که این صحنه تا چه اندازه عجیب می نمود. با نظر داشتی آن که او عالم بزرگ حدیث امام بخاری بود، اما همین که عالمان پرسش خود را به انجام رسانیدند، امام آغاز کرد به مرتب آوردن حدیث های آنها و یکی را پس از دیگری با همان ترتیب بازگویی کرد و به هر یک از عالمان جداگانه اشتباهی مشخص را در حدیث آورده او نشان داد. همه حاضران در مسجد به هیچ مبالغه از حیرت مفتون شدند. این واقعه خاطره قوی و دقیق و دانش عمیق امام بخاری را شهره آفاق کرد و او را برای همیشه جاویدانه ساخت. اما سبب شهرت امام بخاری تنها این نبود. امام روزی در حلقه درس استاد خود اسحاق ابن راهوی عالم جلیل حدیث شناس نشسته بود که امام اسحاق اندیشه ای را مطرح کرد که خوب می بود اگر کسی تصنیف کتاب جداگانه را به حدیث های صحیح اختصاص می داد. محض همین اندیشه در ذهن امام بخاری درخشید و از آن پس او را رها نکرد و همین گونه از همان پیشنهاد صحیح البخاری پدید آمد. این مجموعه حدیث ها حاصل کاری چنان دقیق گردید که هیچ کس تا امام بخاری حتی تصوری آن را نکرده بود. 16 سال تمام امام بخاری این اثر را می نوشت. 5 سال او آن را در بصره در عراق نگاشت و باقی آن را در مدینه، زیرا او می خواست که از زندگی و تصنیف در مدینه خدا در کارش برکت و آسانی ریزد. بخاری با جد و جهد کار می کرد و 600,000 حدیث را در حفظ بررسی نمود تا تنها حدیث های را انتخاب کند که با شروط و معیارهای سختگیرانه او مطابقت داشتند تا در نهایت آنها را به مجموعه اش جای دهد. آن معیار که بخاری برای خود تعیین کرد چی بود؟ نخست بخاری پیش خود هدف نهاد که هر حدیث باید با سلسله پیوسته راویان همراه باشد، با این معنی که هر راوی در سلسله راویان شخصا حدیث را از زبان راوی سطح بالاتر شنیده باشد. برای نمونه امام مالک از امام نافع روایت می کند که او از ابن عمر روایت می کند که او از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت می کند. امام مالک شاگرد امام نافع است، امام نافع شاگرد ابن عمر است و ابن عمر شخصا از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث را شنیده است. بنابراین می توانیم با اطمینان بگوییم که هر یکی از این راویان با راویان بالاتر از خود شخصا شناس بودند و شخصا از آنها روایت را شنیدند. پس ما می توانیم چنین سلسله روایتگران را متصل یعنی پیوسته بدانیم. شرط دیگر این است که راوی باید راستگو و معتمد باشد، یعنی او باید مسلمان، بالغ، سالم عقل و فرمانبرداری الله باشد. در برابر این راوی باید روایت حدیث را عیناً کلمه به کلمه نقل کند، یعنی اگر او حدیث را از حفظ نقل می کند
پس او باید خاطره قوی و برجسته داشته باشد و در فرجام باید گفت که حدیث نباید یگان نقص پنهانی داشته باشد، مثلا وجود راویان نامعلوم در زنجیره راویان حدیث. همچنین اگر امکانی معین کردن نباشد که راویان با همدیگر واخوردند یا نه. اما یک شرطی که بخاری هنگام تدوین مجموعه احادیث صحیح برای خود گذاشت که او را از همه مؤلفان متمایز ساخت، ضرورت اثبات کردن این شرط بود که راویان باید شخصا همدیگر را میشناختند. محض به سبب طلبات و شرطهای نهایت سختگیرانه بخاری که هنگام ترتیب و تدوین صحیح البخاری بر خود واجب کرده بود، این کتاب پس از قرآن کریم از معروفترین مجموعه های احادیث گردید. درباره صحیح البخاری باید یادآور شد که او به معنای عنعنوی تفسیرهای کنونی هرگز تفسیر ننوشت، در حالی که امام بخاری تفسیرها را در مقدمه بابها می آورد و بعضا همراه آنها چند حدیث دیگر را نیز ذکر می کرد. از شماره عمومی 600,000 حدیث که امام بخاری از یاد کرده بود، تنها 7275 توانستند از انتخاب سختگیرانه او گذرند، از جمله احادیث تکرار شده در چندین باب. اگر این شماره هنوز شگفت زده نکرده باشد، شاید از دلیل نوبتی متأثر شود. امام بخاری نقل می کرد که پیش از انتخاب هر حدیث مشخص او وضو می گرفت و در روضه پیامبر 2 رکعت نماز ادا می کرد، همچنین برای هر حدیثه. و این بدین معنی است که امام بخاری پیش از آن که تدوین کتاب را به انجام رساند 7275 نماز استخاره یا در مجموع 14550 رکعت ادا کرده است. اخلاص، کاری پر زحمت، صداقت به هدف خود و از خودگذشتگی همه در یک جا در یکی از بزرگترین اثرها در تاریخ اسلام گرد آمدند. از این روز که امام بخاری خیلی احتیاطکار بود تا هیچ آوازه یا روایت‌های تحریف شده نتواند آبروی او را خدشه‌دار کنند و یا تمام دستاوردهای او را همچون عالم به اعتبار گردانند. او به هیچ مبالغه حصول نمونوی داشت. او از کارهای دنیوی چنان دور بود که اکثر وقت را در مسائل مالی فریب می‌دادند و چون در این باره آگاه می‌شد، فریب بندگان و آزاردهندگان خود را می‌بخشید. او برای رضایت الهی مبلغ‌های هنگفته را صرف می‌کرد و از آن پروایی نداشت و دلش هیچ پایبندی مال و سیم و زینت دنیا نبود. با وجود این که بخاری مورد احترام مردم بود و در همه جهان اسلامی گرامی داشته میشد، او حسودان و بدخواهان زیاد نیز داشت. چون او به نیشاپور برگشت، از هر طرف مشتاقان حلقه علمی او و خواهشمندان اشتراک در درس‌های او از هر سو جمع می آمدند. این در وجود عالم با نام محمد ابن یحیی زحلی حسد را برانگیخت، زیرا همه شاگردانش او را ترک کردند، از جمله توانمندترین و قابلترین شاگرد او امام مسلم. امام زحلی به امام بخاری تهمت بست که او بدعتکار است و قرآن را مخلوق میگوید. او همگان را دعوت کرد که از درس‌های او دست کشند. با علت این فتنه مردم جاهل ضد امام بخاری شوریدند تا حدی که قصد جان او را کردند. با توجه به اینکه امام زحلی که آتش این فتنه را افروخت در نیشاپور از امامان بزرگ حدیث بود و مورد احترام خاص و عام، امام بخاری از این رویداد فتنه انگیزانه سخت آزرده شد و از نیشاپور نیز رخت سفر بست. بعد چند مدت هجرت امام بخاری به بخارا برگشت. حکیم بخارا امام بخاری را به قصر خود دعوت کرد و از او درخواست کرد که به فرزندان او درس حدیث بدهد. امام مؤدبانه این پیشنهاد را رد کرد و گفت دانش به پیش کسان نمی رود، بلکه دانش را به سویش می روند. برای بیشتری مردم این روزگار که چیزی آموختند، در دربار شاه، خانه وزیر، حتی سرای تاجر درس دادن آرزوی دیرینه و فرصت طلایی است که باید به هیچ وجه از دست ندهد. اما امام بخاری به شیوه دیگر با حاکم بخارا این معنی را تلقین کرد که در آموختن دانش چی فرزند شاه و چی فرزند فقیر یکسانند و من علمی را که از برای خدا سالها رنج کشیدم و گرد آوردم برای نشستن در کاخ و مزد تقاضا کردن از اهل منصب نآموختم تا آن را در قصر به فرزند شاه به فروش گذارم و فرزندان بینوایان را در مسجد به علم رها کنم. حاکم سخت خشمگین بود و در همه جا آوازه ها پهن شدند که حاکم امام بخاری را از بخارا تبعید راندن می‌خواهد. وضعیت چنان متشنج شد که در روز عید فطر
بخاری قرار داد خانه خود را ترک کند و رهسپار سمرقند شود. چون به نزدیکی دهه خرتنگ سمرقند رسید گفت: ای الله، این زمین با وجود فراخی آن برای من تنگ شده است. اگر تو چنین میشماری که برای من بهتر است که این دنیا را ترک کنم، پس جان مرا بگیر. بعد چند روز از این دعا امام بخاری وفات کرد. وفات او در سال 260 هجری 874 میلادی بود. امروز آرامگاه او در دهه خرتنگ شهر سمرقند قرار دارد. امام بخاری در تاریخ مسلمانان نقشی پایدار گذاشت. حافظه خداداد او شگفت انگیز و افسانوی بود. طبق ارزیابی های معاصر او حافظه تصویری یعنی فوتوگرافی داشت و این عطای نادر از جانب الله است که به هر کس داده نمی شود. امام برای ما نیز نصیحت گذاشت درباره آنکه بهترین راه از یاد کردن حدیث ها کدام است که هر کس می تواند از آن استفاده برد. او گفت: بهترین اصول به یاد سپردن حدیث ها این تطبیق آنها در عمل است. من از الله طلب می کنم که به امام جلیل محمد ابن اسماعیل بخاری را رحمت کند و ما را در زمره آنهایی گرداند که همیشه به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی می کنند. آمین.